من آموزگاری کالج آموزگاری دانشگاه دولتی به نام نصیر خسرو قینار مراد. چخیلی که معلوم است در تاجیکستان وقت اخیر در آن نارامی که به گوش ما میرسد در وادی یعنی در منطقه بدخشانی بدخشان من گفتنی هستم که همین سالهای 92 که ما پس سر کردیم ما و اون اهل خشتباران ما نمیخواهیم که باز یک بار دیگه همین پس سر کنیم. برای همین من مراجعت کرده گفتنی هستم که اون آدمانی که به همین کار دست میزند این از همین دستور چی از کارهای خود دست کشند، برای که میدانید که همه همین انقلابی که هست همین یک نارامی ناتنجی خرابی یعنی ده یک به کارهایی که میارد که آخر عاقبت مردم یک در عذاب شکنجه رنجه میشه.